سترتها عليك في الدنيا. ای بنده من، گناه های تو را ستر کردم در دنیا، به مخلوقات رسوایت نکردم. و انا اغفرها لك اليوم، و من این مغفرت میکنم بر تو امروز. حالا میبخشم. فیعطا کتاب حسناته، بر از این دفتر اعمال حسناتش داده میشه. و اما الکافر، و اما کافران و المنافقون، و کسایی که منافق هستند ظاهرشان یک قسم است و باطنشان دیگر قسم است، با الله راست نیستند، در اوامر الله صداقت ندارن، قلبشان با زبانشان با اعمالشان یک قسم نیست. فیقول الاشهاد، یا رسوا میشن، شاهدا صدا میکنن، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، اینا کسایی هستند که بالای پروردگار خود تکذیب کردن. الا آگاه باشین، لعنت الله علی الظالمین، لعنت الله هست، لعنت الله هست بر ظالمان، کسایی که سر نفس خود ظلم کردن، عقیده خود جور نکردن، ایمان خود جور نکردن، موالات و معادات با الله جور نکردن. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي قاعده چهارم چی است؟ منزلت و مقام عقیده توحید را بدانیم. علم عقیده از جمله بهترین و شریفترین علوم می باشد، زیرا شرف و عظمت یک علم مربوط به موضوع آن می باشد. به هر اندازه ای که موضوع آن عظمت داشته باشد، همان علم با عزت و شرف است. و از این که موضوع علم عقیده چی است؟ موضوع علم عقیده توحید شناخت الله و صفاتش می باشد. بناهن این علم با منزلت ترین علوم می باشد. چرا علم عقیده از تمام علوم که در عزت و مقام زیاد داره؟ نظر به موضوعش است. چرا علم طب پیش مردم بسیار ارزش داره؟ موضوعش است جسد انسان است. جسد انسان از امراض نگاه میکنه. انجینیری چرا؟ موضوعش یا برق است یا موضوعش مثلا ساختمان است. آل جسم انسان بسیار ارزش داره، تعمیر بسیار ارزش داره، و یا شناخت وحدانیت الله، صفات الله. وقتی که صفات و شناخت الله ارزش داره، پس علم عقیده چی شد؟ نظر به موضوعش شریفترین و با عزتترین علوم است. و کسی که این علم میخوانه پیش الله بسیار با شرف و با عزت است. کدام شاگرد زیاد عزت داره؟ شاگردی که انجینیر هم است لیکن عقیده را میخوانه، دکتر هم است عقیده را میخوانه، دکاندار هم است عقیده را میخوانه. این استثناء نیست. این باید دکاندار جوالی چه است و از این خاطر عقیده باید چی باشه؟ آسان باشه. این میگه ما عقیده درس میتیم نه؟ اگه میگه جوالی رو بیاریم کسی که بی سواد هم است برش بگو فهمیدی؟ میگه فهمیدم. اما حال عقیده رو تو جور کردن، دو فلسفه را داخل کردن. وقتی که آمد باز برات میگه که این مستحیل است، این ممکن است، این واجب الوجوب است، این ممکن الوجوب است، این عین ذات است، این غیر ذات است، این چطور است؟ این پاره که مطرح میکنه ما نمیفهمیدیم این چی میگه. تو چطور یک جوالی را بین مستحیل و ممکنه برای چی میکنی؟ تشریح. عقیده توحید آسان است. برای جوالی بگو قل هو الله احد، الله ذات یگانه است. الله الصمد، الله بی نیاز است. مثل ما و تو نیستیم. تو جوالیستی بس رسپان ضرورت داری، تو جوالیستی به کراچی ضرورت داری، تو به زن ضرورت داری، تو به بچه ضرورت داری. الله همین ضرورت ها رو نداره. لم یلد و لم یولد. میفهمه نمیفهمه؟ اینی عقیده توحید. از این خاطر عقیده که در قرآن و سنت که است، این عقیده آسان است، این هر کس میفهمه. یک دفعه
اما ضعیفترین آدم رو میفهم. اما عقیده‌ای که حالا بسیاری وقتا تدریس میشه که او فلسفه را داخل کردن، استاد میگفت ما هم تو میفتیم این مستحیل است که مستحیل تو شده بود، که ممکن شده بود، که عین ذات شده بود، که غیر ذات شده بود، که واجب الوجوب بود، که ممکن الوجوب بود، چی بود او تا که اصطلاحات یاد میگرفتیم و عقیده ما قد شده بود. پس علم عقیده که است. خب یکی از بلندی مقام عقیده توحید در نجات مؤمن واقعی از عذاب الهی در روز آخرت می باشد. یعنی یگانه کسی که در روز آخرت نجات پیدا میکنه کسی است که عقیده توحید داشته باشه. جنت برای موحدین ساخته شده، برای یکتا پرستا. روز 10,000 رکعت نماز نفل بخوانی عقیدت خراب باشه الله قبول نمیکنه. روز 10,000 رکعت نماز نفل بخونی، کل رمضان روزه بگیری عقیدت خراب باشه. چرا؟ خب میایم سرش. پس از عذاب در حدیث شریف ثابت است که انسان مؤمن موحدی که با دانستن ایمان حقیقی از این دنیا رفته است، با وجود این که گناهان زیاد نموده، این ایمان واقعی وی سبب می شود که خالق متعال تمامی گناهانش را ستر نماید و هم برایش عفو نماید. سعی این حدیثه که بخوانی باز مقام و منزلت عقیده توحید درک میکنی. 1 دقیقه شیشتن در حلقه عقیده برد 1,000,000 ارزش پیدا میکنه. 1 دقیقه مزه عقیده را در کجاست اینجا؟ عن ابن عمر رضی الله عنهما، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم. حدیث صحیح بخاری است، حدیث صحیح است. ان الله یدنی المؤمن، اینجا الله میگه که الله نزدیک میشه به بنده مؤمن خود. چه قسم نزدیک میشه؟ به مو قسمی که به جلال و عظمت الله شایسته است. کیفیتش نمیفهمیم، سر کیفیتش بحث نمیکنیم، مربوط غیب است. الله نزدیک میشه به بنده مؤمن خود فیدع علیه کنفه، یعنی بنده خدا سبحان الله کنف، ما و شما الله را با مخلوق تشبیه نمی کنیم، مثل که میگه بنده خدا به مو قسم به جلال و عظمتش شایسته هست، میگه بنده خدا در آغوش خود میگیره، بنده موحد و یکتا پرست. و یستره و ایره می پوشانه، امرایش خلوت میکنه الله سبحان الله. فیقولو برش میگه الله بر از بنده خود میگه اتعرف ذنب کذا، اینی گناه را فلانی وقت فلانی منطقه کردیم، به فلانی منطقه کردی دقیقه گناه که پیاد دیده. اتعرف ذنب کذا، آیا اینی گناهی که فلان وقت کردی به یادت است؟ باز گناه دیگه شه به یادش میاره، میگه اتعرف ذنب کذا، اینی گناه دیگه که فلانی جای کردی به یادت است؟ فیقول بنده میگه نعم، بله پروردگارم، نعم ای رب، یا الله بله کردیم. سر بنده خم است، خجالت است، شرمنده هست از گناه هایی که مخفی و پت کرده و دیگه مخلوقات خبر ندارن، فقط الله سرش خبر است. حتی اذا قرره بذنوبه، تا ای که اقرار از این تمام گناهایش میگیره، یک گناه های از این اقرارش میگیره. فلانی وقتی اینی گناه را کردی، فلانی وقتی اینی گناه را کردی، فلانی وقتی اینی اشتباه را کردی، فلانی وقتی اینی کار را کردی. و رأى فی نفسه انه هلکی، بنده وقتی که سائل میکنه که یا الله کل گناه های من یک الله حساب کرد و کلش، از دقیقش، از لحظهش، از جایش، از مکانش، از تنهاییش، از کل ازی چی میشه؟ و رأى فی نفسه انه هلک، خودش میگه والله هلاک شدم، تباه شدم، دیگر راه نجات نمان،
کلش الله سرم اقرار گرفت. قال میگه الله سبحانه و تعالی برش میگه سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ای بندیم میفهمی که در دنیا من تو رسوا نکردم، سترت کردم. کل گناهای تو را من میفهمیدم که در فلانی اتاق مدر آمدی، در فلانی جای داخل میشدی و گناه میکردی و اما در امو جا میتانستم تو را رسوا کنم. سترتها عليك في الدنيا، تو را در دنیا چی کردم؟ ستر کردم، رسوایت نکردم که مردم بیای سنگبارانت کنه، مردم بیای لعنتت کنه، بگه تو این گناه را کردی، سترت کردم. و انا اغفرها لك اليوم، و امروز هم برات مغفرت میکنم. امروز برو، در دنیا سترت کردم، حالا میبخشم، حالا برات چی میکنم؟ سترت میکنم، کس را خبر نمیسازم. فیعطا کتاب حسناته. الله غفور، الله رحمان، الله رحیم، الله متعال ببرکت ماه مبارک رمضان. سترتها عليك في الدنيا. ای بنده من گناه های تو را ستر کردم در دنیا، به مخلوقات رسوایت نکردم. و انا اغفرها لك اليوم، و ما این مغفرت میکنم بر تو امروز، حالا میبخشم. فیعطا کتاب حسناته. برازی دفتر اعمال حسناتش داده میشه. و اما الکافر، و اما کافران و المنافقون، و کسایی که منافق هستند، ظاهرشان یک قسم است و باطنشان دیگر قسم است، با الله راست نیستند، در اوامر الله صداقت ندارن، قلبشان با زبانشان با اعمالشان یک قسم نیست. فیقول الاشهاد، یا رسوا میشن، شاهدا صدا میکنن هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. اینا کسایی هستند که بالای پروردگار خود تکذیب کردن. الا آگاه باشین، لعنت الله على الظالمین، لعنت الله هست، لعنت الله هست بر ظالمان، کسایی که سر نفس خود ظلم کردن، عقیده خود جور نکردن، ایمان خود جور نکردن، موالات و معادات با الله جور نکردن، حق بر مردم باطل گفتن، باطل بر مردم حق بیان کردن، آیات الله را بر مردم غلط تفسیر کردن، دین الله را بر مردم غلط گفتن، مردم به شرک مبتلا کردن. الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت الله هست برای کی؟ بالای ظالمان. و این گناه الله سبحانه و تعالی از او به گناهانش اعتراف میگیرد و بنده مومن خود را در معرض هلاک میبیند. آنگاه الله میفرماید در دنیا گناهانت را پوشانیدم، امروز نیز آنها را میپوشانم و مورد مغفرت خود قرار میدهم. این حدیث شریف یک بشارت بسیار خوب است، یک خوشخبری بسیار بزرگ است که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مؤمنا بیان میکنه. از این خاطر دشمنای الله صحیح البخاری را دوست ندارن، زیرا با خواندن صحیح البخاری قوت ایمان، محبت حقیقی الله، که الله بنده های خدا چقدر دوست داره، چقدر محبت داره، با وجود از اینکه میفهمه که ما و شما چقدر در گناه ها مبتلا هستیم، چقدر نافرمانیش کردیم، چقدر احکامش اطاعت نکردیم، چقدر معصیت کردیم،
ولی الله به اساس رحمت خود ذات رحمان است و رحیم است و غفور است و تواب است. نمیخوای ما و شما را بنده های موحد خود عذاب بکنه، سترش میکنه هم در دنیا و هم در آخرت. از مرگ خود بترس که تنها روی بگور، با منکر و نکیر جوابت دادنیست. چون حضرت رسول خدا در جهان نمان، چون حضرت رسول خدا در جهان نمان، کس را چی اعتبار که بنابود بودنیست. از گوش خیش مشنوی که آن فلان نمان، در گوش دیگران خبرت هم رسیدنی.